درود و صبح بخیر خدمت شما خوبان. یه تشکر ویژه میکنم واسه شمایی که ما را سابسکرایب کرده، لایک کرده و کامنت های قشنگی گذاشته. ممنون، سپاسگزارم. همیشه خداوند بزرگ کمکتون کنه و هیچ وقت خداوند تو زندگیتون هست نکنه. خداوند همه سختی آوارونه صبح میشه با خدا با امید خوده که اون توانایا بهم بده که بتونم ثابت کنم تو قادر و توانایی. و اینم بگم که همیشه هر کجا که هستی، هر کجا که میری، خدا را در نظر داشتی، هیچ وقت از خدا غافل نشی، چون همیشه خدا دوست داره تو موفقت کنه تو همه موارد. امیدوارم که بتونیم همه موارد به خوبی گذرون کنیم و امیدوار باش که میتونیم یه کارا خوب انجام بدیم. تشکر از همه شما دوستان دوست.